اخیراً یه موضوعی داره داخل آبهای خلیج فارس خیلی پرتنش میشه، اون هم موضوع درگیری مستقیم ایران با ناوهای آمریکایی و اسرائیلی، اون هم بر سر جزایر سگان است. داخل همین رجزخونی ها و روزهای پرتنش موضوع یکی از موشک‌های دریایی ایران خیلی برد میشه، موشکی که میتونه 1000 کیلومتر اونورتر رو مورد هدف قرار بده و یک کروز دریایی به اسم قدر 380. اما سوال اینجاست، آیا این موشک کروز دریایی هوشمندی که معرفی شده میتونه تو روزهای پرتنش اگر درگیری اتفاق بیفته ورق رو برای ایران برگردونه و معادلات رو تغییر بده؟ امروز میخوایم بریم سراغ این شکارچی دریایی. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. امروزم با یک موضوع جذاب از موشک‌های ایران خدمت شما رسیدم و این رو هم میخوام به شما بگم که میخوام توی قسمت‌های بعدی نه فقط در مورد سلاح‌های ایران بلکه در مورد سلاح‌های کسانی که ایران رو هم تهدید میکنن هم صحبت میکنم و این رو هم خدمت شما بگم که من سعی میکنم همیشه اگر موضوعی برای من سند و مدرکش مشخص نباشه و اون موضوع حقیقتش برای من مسجل نشده باشه اون رو برای شما عنوان نکنم. اما موضوع امروز ما یک موضوعیه که واقعا بر کسی پوشیده نیست، یک موضوعیه که امتحانهای خودش رو پس داده، ولی خب توی درگیری نه. میخوایم ببینیم که اگر درگیری اتفاق بیفته اون وسط چه عکس‌العملی میتونه این موشک از خودش نشون بده. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید، ولی اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواهای بعدی ما با خبر بشید. خب همه چیز از یه سری تنش‌های قدیمی و جدید داخل آبهای خلیج فارس شروع میشه، جایی که اختلافات و یه سری ادعای بی اساس کشور امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه مثل بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچیک هنوزم مثل یه سری زخمای کهنه بازن. امارات ادعا میکنه که این جزایر مال اونه و اخیراً هم خیلی فشار آورده به آمریکا و حتی اتحادیه اروپا برای حمایت، در حالی که ایران محکم وایساده و میگه که حاکمیتش بر سر این جزایر کلاً غیر قابل بحثه. و اضافه میکنم این موضوع رو به فشارهای اسرائیل برای درگیری مستقیم با ایران با حملات هوایی که تابو رو شکسته و آمریکا هم این وسط میخواد وارد درگیری مستقیم بشه. این فضا پر از تهدیدهای اقتصادی مثل بستن تنگه هرمز و اخبار هر روز نشون میدن که منطقه واقعا روی لبه یک تیغه قرار داره. این وسط موشک قدر 380 توی این زمینه یهو بولد میشه، نه به عنوان یک قهرمان یا شرور بلکه یه ابزار نظامی که میتونه تعادل قدرت رو تحت تاثیر قرار بده. تصور کنید که صحنه ای رو که ناوهای آمریکایی تو آبهای خلیج فارس دارن به سمت این جزایر میرن و هر لحظه ممکنه که این موشک‌ها به سمت این ناوها هجوم ببرن. ولی خب میخوایم بیایم بررسی بکنیم که اصلا این موشک از کجا اومده، چه تاریخچه‌ای داره، چه مشخصاتی داره و اگر به سمت این ناوها شلیک بشه یا نه، بدتر از اون به سمت مواضع آمریکایی توی کشورهای منطقه شلیک بشه چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونه تأثیری بذاره یا نه؟ حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید.
ریشه های قدر 380 برمیگرده به جنگ ایران و عراق. اون موقعی که ایران دیگه واقعا میخواست یک سلاح بازدارنده رو داخل آبهای خلیج فارس داشته باشه تا بتونه حاکمیتش رو اونجا قوت ببخشه و تصمیم گرفت که یک برنامه مستقل بسازه. هدفش هم بازدارندگی برابر قدرت‌های دریایی خیلی قوی مثل ناوگان آمریکا توی خلیج و تحریم‌های جهانی بود که دسترسی به تکنولوژی خارجی رو واقعاً قطع کرده بودند. نیاز به نوآوری‌های داخلی وجود داشت و آزمایش‌های مخفی توی دل کویر و ساحل. این پروژه از موشک‌های قبلی مثل سری پاوه الهام گرفته شده، اما با آپگریدهای بسیار سنگین. حالا بریم سر اصل مطلب. این موشک قدر 380 یک موشک کروز ضد کشتی استراتژیکه. طولش حدود 8 متره و وزنش هم حدود 2 تنه که چابک و کشندش میکنه. بردش بیشتر از 1000 کیلومتره، یعنی اگر از ساحل ایران تا عمق دریای عمان شلیک بشه میتونه اونجا هدفش رو بزنه، جایی که ناوهای آمریکایی لنگر انداختن. مدل پیشرانه اون احتمالاً یا توربوجت یا توربوفن مثل کروزهای مدرن. GPS داخلی داره، سیستم اینترنال نویگیشن داره، چیزی که توی همه موشکایی که امروزه ما داریم در مورد موشکای ایران بررسی میکنیم مشترکه. اون هم موضوع هدایت اینرسیه که خیلی هم واقعا تأثیر گذاره و اینطور که میگن رادار فعال واسه مرحله آخر داره که مسیر رو خودش انتخاب میکنه، از تپه ها و موج ها رد میشه، حتی جمینگ الکترونیکی رو هم میتونه خنثی بکنه. حالا نکته جالبش اینجاست که میگن سامانه هدایت تا لحظه برخورد رو هم داره، یعنی اپراتور میتونه تا لحظه‌ای که این موشک به هدفش میرسه اون رو هدایت بکنه و کنترلش بکنه. مراحل پرتابشه که واقعا این موشک رو ترسناک میکنه. از سیلوهای زیرزمینی یا کامینای موبایل میتونه شلیک بشه، ولی خب نکته ترسناکش کجاست؟ اینجاست که کمتر از 5 دقیقه این موشک آماده شلیک میشه و فقط برای شلیک به 1 نفر اپراتور نیاز داره تا اون رو آماده شلیک بکنه و پرتابش بکنه. یک ضربه سریع مثل یه تیری که توی تاریکی داره قدم برمیداره. سرعتش زیر صوته، حدود 0.8 ماخه، ولی خب یک موضوع دیگه ای داره که میتونه این سرعت کمش رو کاور بکنه، اون هم مانور پذیریشه. اون مانوری که میتونه زیر افق بده تقریبا میشه گفت که این سرعت کمش رو کاملا کاور کرده. من قبلا هم به شما توضیح دادم این یه رابطه ایه که اون مهندس و طراح موشک همیشه میتونه این رابطه رو بر اساس نیاز تغییر بده. یه جایی میتونه سرعت رو فدای مانورپذیری بکنه و یه جایی هم میتونه مانور رو فدای سرعت بکنه و اینجا سرعت کم باعث شده که مانورهای خیلی بهتری بتونه زیر افق و روی موجها بده و این موضوع این موشک رو مرگبار ترش میکنه. اما کلاهک انفجاریش بین 200 تا 500 کیلوگرم وزن داره که میتونه ماژولار تغییر بکنه نسبت به هدفی که داره. طراحی شده واسه سوراخ کردن زره ناوها و ایجاد انفجارهای زنجیره‌ای. فناوری خاصش هم مقاومتشه در مقابل جنگ الکترونیک. سامانه هدایتش مثل خلبان باهوش عمل میکنه، موشک رو مثل شکارچی به هدف میرسونه بدون اینکه نیاز به کنترل دائم داشته باشه. البته میتونه هم داشته باشه. مثلا برد 1000 کیلومتر، یعنی از بندر عباس میتونه تا دریای عرب رو مورد هدف قرار بده بدون اینکه ایران بخواد از اینجا نزدیک بشه حتی به اون سواحل یا بخواد از داخل ناوچه هاش این کار رو انجام بده. سوخت توربوجتش مثل یه موتور جت کوچیکه که موشک رو ساعتها نگه میداره و توی هوا اون رو هدایت میکنه. هدایت هوشمندش یعنی خودش راهش رو پیدا میکنه و مثل یک GPS گوشی اما پیشرفته تر و داخلی تر. حتی اگر سیگنال هم این وسط قطع بشه میتونه با اینرسی ادامه بده مسیرشو و پرتاب سریعش که میتونه 1 نفر اون رو در عرض 5 دقیقه آماده و شلیک بکنه خیلی این موشک رو خطرناکش میکنه. خب
موشک ماژولاری هم هست و میتونه کلاهکش هر لحظه وزنش تغییر بکنه. البته چیزیه که در موردش اعلام شده. حالا میتونه این کلاهک 500 کیلویی رو هم بکنه که خب معلوم میشه که اگر بخواد 500 کیلویی رو هم بکنه شاید بردش کمتر بشه، ولی خب اگر بخواد 200 کیلویی رو هم بکنه احتمالاً بردش بیشتر میشه و این رابطه همیشه داخل همه موشک‌ها وجود داشته. اما واسه اینکه بهتر بفهمیم که قد 380 چقدر مرگباره و چه قابلیت هایی داره، باید بیایم اون رو با چند تا از نمونه ها مقایسه بکنیم. اما این مقایسه ها بر اساس گزارش های تحلیلی مثل CSIS و نشنال اینترست که اومدن قد رو به عنوان یک نمونه بهبود یافته از تکنولوژی خارجی اما بومی شده توصیف میکنن. مثلا میگن که کالیبر مثل برادر بزرگترشه اما قدر ارزونتره و واسه ایران مناسبتره. وایجه 18 سریعتره اما قدر مخفیتر میتونه پرواز بکنه و تامهاک هم این وسط یه همه کار است اما قدر متخصص ضد کشتیه و فقط برای کشتی طراحی شده اما میتونه هدفهای دیگر رو هم توی سواحل بزنه. داریم میرسیم به قسمت جذاب این ویدیو. میخوایم این موشک رو ببریمش توی قسمت حمله و ببینیم که اگر دفاع جلوش قرار بگیره چه اتفاقی براش میفته و آیا میتونه از این دفاع رد بشه یا نه. تا پایان ویدیو همراه من بمونید. اول از همه میایم حمله به ناو آمریکایی رو اینجا بررسی میکنیم. بذارید از اول ساده بهتون بگم. قد 380 یه موشک کروزه که عمدتاً نزدیک سطح آب پرواز میکنه. همون چیزیه که توی منابع نظامی بهش میگن سی اسکیمینگ، یعنی پرواز نزدیک سطح آب. این سبک پرواز باعث میشه که موشک تا قبل از اینکه از افق رادار دیده بشه مخفی بمونه. تصور کنید که یه موج آبی تیره فقط چند متر داره بالاتر از سطح آب پرواز میکنه و ناگهان ظاهر میشه و رادار تازه میخواد بیاد اون رو هشدار بده. اولین و مهمترین خط دفاع آگاهی زود هنگامه که هواگردای کشتی، یعنی همون P8 پوسایدون بهش میگن، و پهپادهای گشتن که جلوتر دارن پرواز میکنن و میتونن اون موشک رو شناسایی بکنن. هر چقدر این هشدار زودتر باشه شانس دفاع موفق تره و میتونن دفاعهای بهتری رو انجام بدن. ولی وقتی که موشک شناسایی شد ناو وارد زنجیره دفاعی میشه. موشک های میانبرد SM-6 و SM-2 برای رهگیری توی برد دورتر شلیک میشن و اگر نتونستن موشک های کوتاه برد ASMS میان توی مرحله میانی بهش کمک میکنن و در نهایت سیستم های نقطه‌ای CIWS که همون یک توپ خودکار نزدیک برده یا سیرم که موشک رهگیر کوتاه برده برای لحظه نهایی تعبیه شدند و همزمان سامانه های جنگ الکترونیکی هم تلاش میکنن که موشک رو گمراه بکنن یا مسیرش رو منحرف بکنن. خلاصه اگر نتیجه یه موشک باشه و آگاهی هم زودرس باشه معمولا ناو میتونه دفعش بکنه. واقعیت همینه. اما اگر چند تا موشک همزمان با اخلال همراه بشن و اشباع صورت بگیره قطع به یقین این موشک ها، حالا شاید یکیشون هم حتی بتونه هدفش رو اونجا بزنه و اونجا رو منفجر بکنه. اما همه این بررسی ها و بازتاب های جنجالی که توی دنیا وجود داره از رسانه های غربی مثل نشنال اینترست و یک سری رسانه های اکسپرت آلمان و یک سری گزارشگرهای محبوب توی صنایع نظامی از CSIS هن که اومدن یه سری از این گزارش ها رو منتشر کردن و میگن که داکترین نظامی داره توی خلیج فارس و توی اون منطقه تغییر میکنه و منطقه باید هر لحظه منتظر واکنش باشه. و حالا ما میایم یه نتیجه میگیریم اینجا که قدر 380 یک قطعه پازل توی بحران خلیج فارس، جایی که تنش ها میتونن هر لحظه منفجر بشن. اما
این تعادل تا کی میتونه دووم بیاره؟ آیا یه جرقه واسه درگیری برای یک درگیری و جنگ بزرگتر قدر 380 یا میتونه اختلافات بزرگی که خیلی هم بی اساس، البته من اینجا بگم بهتون، سر جزایر سگانه ایران به راحتی حل بکنه؟ خب قطعا همه ماها با هر اعتقادی هم که داشته باشیم بر سر آب و خاک کشورمون با هیچ احد و ناسی شوخی نداریم. حتما دلم میخواد که نظرات شما را در مورد این قدرتی که توی خلیج فارس وجود داره بشنوم. آیا این قدرت نمادینه و تبلیغاتیه یا نه واقعا قدرت و دست برتری توی خلیج فارس وجود داره؟ حتما برای من بنویسید. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.